پس از عملکرد بد استقلال در لیگ برتر ما تصمیم گرفتیم بیایم در موبایل استقلال رو نجات بدیم. پس با من همراه باشید. خب امدون که نه از پرویشون 77 هست در کاکوتا بازی میکنه پرویشون 76 مهداد محمدی هم نکرد میتونه بازی کنیم با چرده که اصلا رویده 82 داره نشانه خیلی کجا هم که اصلا رویده 79 داشته باید ایران سلیمی هم نیستن رویدهش هم 72 که هم ایران سلیمی هم مسعود جمال یه میدونی ساعت وقت بودش نفسیش رو خوبه مهدی بیتیبور هم خوبه نگه میدونی یه پلیه نفس عالیه مرادمندم نیستن مرادمندم بذاریم که کنیش میرزاکیمی هم خوبه خالد آبادی گله دوم نمیدونه این گله هم بیاد خالد آبادی هم شما بوده بوده ترانسفردیس شو اسلامی هم خیلی خوبه باش حقیقی یا پیشا داره پیشتی هم میگه میگه سوال برای چون واقعا جدا شده فکر کنم جدا شده تو وقتهایی که شده حالا میدارم این تست فروش آرمان رمضانی هم گم شو گوله دوتا ایلانکا هم گم شو گوله دوتا احترامی نمی کنم ما بریم گلر بیاریم بکشیم بیرون من یک گلر خوبی به نظرم میتونیم از لیگ ایتالیا بیاریم داوید دخیا واقعا دیگه هندی میشه داوید دخیا رو بیاریم میرا مانیا رو بیارم مانیا کیلور نواس پیله همه گلر جوان گرفت اینتر گلر دو اینتر تیمانو رو خیلی پیده دی جنارو رو بیارم دی جنارو استارتمنت میکنیم باهاش دی جنارو من از یک ساله میارم 2 میلیون 500 بهش بدیم 1 میدم بهش 1 میدم بهش بودجه سالانه میدیم و تمام اون دیگه وسط رو میکنم دیگه وسط رو از لیگ لالیگا بیارم نظرم یه رای آلوارو رو بیارم یه آلوارو رو بازیده خوبی باشه من یه با آشنا بیارم آشنا خیلی که دفاع خوبی باشه یواشی باشه اون رایگان نیست بکنم اون آدم که تیم ندارم که با اصوله شده آنتونیو سیلوا ندارم یه تیم ندارم سیلی اینجا میشه من چهار میگفتیم 800 تومن به دمون سلام بله آنتونیو سیلوا آمد اما دی جنارو نیدم آنتونیو سیلوا اومد اولین خریدمون آنتونیو سیلوا ببینم اوورالش چندم آنتونیو سیلوا 81 خیلی خوبه آنتونیو سیلوا خیلی خوبه جوی سنشو ببینم جوی آنتونیو سیلوا رو میذاریم اینجا داخل سیلوا یا روزه چشمی نه من اینجا روزه چشمی میذارم آنتونیو سیلوا رو و روزه چشمی هم میاریم تعویزی اون آنتونیو چشمی چه آفره دفاعی بازی میکنه این هم اینجا مهدی خب یه مبارسلمون بسته شد چه درست اون واقعا توی آفاید یه بستت میکنم یه آفایده اینجا آرش رو بزنم باید نمیشه آرش رو بزنم فشار میده به شده بیکاره بطور جمعه آفایده کنم که بینم هست یا نه آفایده دفاعی خوب آشنا
شما تولید کننده و ببینید حالا میگه باید دفاعی رو این نداری یا بیان از دیگه فرانسه یا فرانسه از مارسی باید دفاعی ران بیا بیاریم ران بیا نه نمیخوام بیارم میخوام از کشور از بلژیک از بلژیک اکسل ویتسی رو بستم لاویا به کنار ماتازو نمیدونم اوه تیرمانز هیچ جزاجه بیرسه که نمیدونم تیرمانزو هست تقصیر رو متبعی میدم باید یک سال هم همیشه میبرنگه میدم به حقوق سالانه میدم دیگه راضی مرسی گله رو من نگرفتیم آقا من میخوام من شما رو میخوام شما رو چهار میده یک و نیم هم بشه مثلا اینجا خیلی میدونم ولی خوب اصلا با دوم زیاده که باز فرانسه که دیروز فرانسه میتونه گل ایشون که اصلا آره اولا بله دنبال خودش آره اولا اشتی برسه آره اولا نه باید یکم این مبلغه رو ببریم بالا بله باید این مبلغه رو ببریم بالا ببین میا اینجا فرنس یا اینجا بابا من 2 میل به تو میدم 2 میلیون 40,000 دلار بهت میدم بابا 400 دلار والبون کارسون رو بیاریم خب بکشی ماشه میره
kocası Fenerbahçe miyorum. Seni baksak Türküş. Gerekirse bir pas verin. Televizyonun serdası da ki sattı. ریدم اگه میگه هرومز دمه این چی گل زد؟ مسعود جمعه و مهداد محمدی و اندون 4 تا گل نزدیک مگه تعویضی نبود؟ تعویضی اومد گل دادن جمعه رو بیار داخل داداش خودو جان جمعه برو تعویضیش بیاداش مسعود بیار وای گلر نداریم راست نمیام از لیگ انگلیسی دارم گلر تو چلسی کیه ایشون نه بنتلی یا پتروچو بیارم ایشون نه من بنتلی چی؟ بنتلی رو من میارم بابا اومدم بله سلیمی و
شاریپوف ریلیز شدن. وای بدبخت شدن. وای زن تو. وای بدبخت شدن. بفرما شاریپوف و ایمان سلیمی با این چی انداختن شده چرا شده پول زیاد کلتای اشتباه نکنم یکی چیه شاید چی میگه نمیام آقا میگه ولم نمیام آقا کاش مجایباب رفت درمون متاسم شهرانه مجایباب رفت مجایباب رفت درمون خلاصه نیست شما داره چی کار میکنه کنان بود روبرتو والیس کیه بیرس نزنه وای سونتی این حتما بنتلی یکی که چلسی خریده میره جواب میده کاپوتا راست این کاپوتا کجا این آزان سرعت جون کجا کجا سرعت آدین فرانسیبی نخورم ولی من سیگاری کنی نمیدونم ندارم من کجا تلفن مفتی ببین توی زنم خورم گل مفتی میگم خیلی جوری کجا سرعت ببین نظر Lamin Kone. آقای گل دیگه الان یه بازم حکیم سیاش نگاه میکنه حکیم سیاش دور میکنه 15 دقیقه از دقیقه اول گذشته در حالت دیگه بعدی که رسه به دوام رزیونری شده چه پاسی شده دی جایی نگاه نوشته پاریس هم هستش بابا این دست همه میکنه رو از سب کنیم اینه درست کنه دست همه نش میکنه خب درستش کردیم چی شد بابا
میتونه بزنه؟ اینا کیه؟ یکیش چرا داخل نیست؟ اینا که میشه من بیارم برای این فصل ولی البته از جواب نداشت شما سرعت جور کجوری بگیرید سرعت چی خرید از جوری که بازی خوبه دو نفر منتظرم. هر دو این بزنید تکه. این حرکت خطاست و ضربه آزاد اعلام میشه. یک تایم پاس زمین بجا بود. به ضربه آزاد ایستگاهشو داره گولشون میاد. نباید بذارن گل بشه. دروازه‌بان رو جمع میکنه. بزن سیلوا آقا این با پچم به زودی شاید تو بازار یا مارکت باش نمیدونم اگه قبول کنن یا تو بازار یا تو مارکت دیگه زمین کنه. خواستید میتونید از خود من بخرید یا خواستید میتونید از بازار یا مارکت بخرید مارکت که قبول میتونه نکنه بالاتشون جا بزنه. خب تکراریه قبول نکنه بازار رو نمیدونم بازار احتمالا قبول کنه اوه حکم زیش برو بزن جونه واده نه بذار خودش رو توپ رسونه. اما مرحله شماش نبود. ماتاش بعد از دروازه‌بان رو دور کنه. لیک خدا خیلی خوب بازکر تو میره. اوه بنازم واسه تاج جمعه بدن. خیلی خوبه واسه جمعه کجا توجه شد کجا توجه کنه مشاهده باید میره اسمت تیم آن دروازه آنتونیو سیلوا نام پرتغالی بکنه کجا گرفت گرفتیم کجا آنجا سه نفر منتظر سانتا. تو منطقه بی خطری بفرسته. رافائل سیلوا کجا میدنی داداش باید نمیدونم نسل جمعه را کجا آمده آقا بگید دیناموسن اندوش عالی اندوش واسه عالی کجا بده نسل جمعه بده به خودش وای نسل جمعه یکیش نیستش آقا این فیکس نیست تو اسپورت بیاد چه کارا میکنه اندوش کاپوتا جوئل کجا به به این سرعت کجا میزن روی دروازه بزن عالی. بسیار عالی که در دروازه قرار میده. چی نگم از این گل گل رو میگیرد این زیاد چقدر زد چه ساعتی در جوئل کجا عالی جوئل کجا چه در واقعیت چه در اینجا ببینید یه این زوگرم فیصل نابجه واقعا میبینید ببینم شرایط بگیم مشکله درست کنیم ببینیم چه ساندی با پای غیر تلویزیونی با پای چپ یا اینجوری که هیچ بلند شد جلوی در میرم هیچ میگه اول اسمانی پاره کردیم گل اولی که گل کردیم گل اول چیکار کنیم مفقود بود از این میفرسه به پایان اینجا زده میشه. یه بازی جالب تیم زده داده نمیدونم آقا این شما نیمه دوم فعلا تعویض نمی کنم نیمه دوم آغاز میشه و شما به دنبال اجرای تکلیف سرمربیشون هستن. موریتا براکنا تا بکنم نمیدونم آقا هم بازون خودمونم به زور میگه از این تغییر میتونسته فرسته. این باید کاکوتا چون کجا بینم این پاس ناکنی میکنم ازش خلاص از سمتش
خب زمین کنه. استرایو که کدام عالی بوده و کدام امروز مسعود جمعه این بازی خوب نبود بابا دو جا مونده یکی لیه بیا میتونه بزنه؟ خیلی چیکار میکنی؟ اوه عوض کنه. ببینم جوز تیرک نمیدونم بینتون درسته و ماری حسینی ولی بینتونی کاربازی باید شد قانون رضاییان زیاش اوپس حکیم زیاش مرس یه شانس به شانس بره. مثلا شیطان سانتا تو روی دروازه اولی بود کجا بزن وای چی شد اصلا نمیدونیم وای مرسی جون از ایرانی عطا داداش این حسابی دروازه عالیه تیم. نداشتیم وای بیا ریماندو بزن چه یه بار نمیدونم برو میتونه گلش کنه؟ چی میگم اقل کنی بیا مرس نه واقعا مرس تو خدا رو فقط هر کسی مثل دیگه بیاز میره بیلار میره واقعا اینجا 100 بازی زده بود ولی 100 هم میشه نگران نباشید به نظرم نگاه میکنه. یوریتی لیمانز ریدی آقای یوریتی لیمانز بس بیده بریم رو تعویض کنیم کیو داریم نیمکت مهداد محمدی رو بیار به جای کیمزیاش روزبه چشمی هم میارم به جای یک آکوتا خوبه یه تعویض محمد اشتباه آوردم وای رضاوند آوردم ریدم اندروگو میارم به جای چی؟ چشمی رو میارم به جای اندروگ یه تعویض اندروگ سی دقیقه اگه دو گل نمیزنم به مستر زمین کنه. لمین خونه که داداش بدنش خودرو عالی بود تو این بازی عزیزش هم عالی بود ولی مسعود جلو نمیدونم گیم پلیش که خوب نبود چون اصلا رد میکنم بازی رو خودکار خودش گل میشه گیم پلیش اصلا لاست بود جدیتش باز دفعه سیلوا خودتو نشون بده رفتم سیلوا به نازم مرسی به نازم باید حکیم مرسی از آقای حکیم زیاش میرسی این زیادی تو گرفتی حکیم چش برو بیرون داداش برو که میداد محمدی رو زمینه روزبه چشمی پاسی عالی تیلیمانز یوری تیلیمانز چه دریبلینگی داره یوری تیلیمانز ولی توپو زدن آمین رضاییان به دنبال توپ آمین بگیر وای به گلر خوبی دفاع میکنم. رضاییان رو مرسی واسه شو قطع جلالی میکنم. مرسی همین نه زمین کنه. این کنه که نیست ولی خب این توپ به دنبالشه رد کرد میانه نمیدونم پاس آماده شد. با اوچ چیه داداش کورنر داداش این کیوکیش رو نیوردیم بیاین اوه رفت بنزلی یوریتی لیمانز جلالی به ابوالفضل آخرین جلالی 15 دقیقه بذار بازی بندازم رسیدیم. ازم بایی نکن داداش و به من یار 11 هم داشت لطفی و این کیوکیش خوب بیناموس بیا ببینیم گیم پلیش تو پیس پی اس پی چجوریه به نازم یوریتی لیمانز مهداد محمدی چه سرعتی داره خودش حکیم زیاشیه مهداد محمدی مهداد توپو دور میکنه. یادم میمونه مثلا تکمیلشون این که فقط پرسپولیسی هم بکنم ولی سیره داره با هم اینجا خوب بازی میکنه محسود جمعه میتونم صاف کنم. محسود جمعه نمیدونم سب کن اوکی گرفتی آفرین گرفتیش نیومد تو مرد و این گرفتیش نه سمت محبتی پنالتی. کجا نرسید این تو باید حتما گل بشه. رضاوند گل بزنه گل فوت. این آرمات تموم میکنه. آرش رضاوند گل با 3 گل جلو سوم هستن و خیالشون خیلی راحته. آرش رضاوند که تو مثل فروش اومد گل سوم زد
فیس هم اساسی تمام تیمون بیاره فیس هم این چه تاچ میزدن براتون این بله فوتبال خوشگل میزنن 3-0 اسپورتون کجا میتونی کردن اینجا اسم معرفه راحتی به سرعت میزنه باشه اینجا ماچ رامین رضاییان برمیگردی اینجوری میگیری و رد میکنی بله رامین رضاییان چه سرعتی داره به رامین این رد کن به رامین نشد خودشو باش نشد داری تیوی میاد لیگ اوه بگیر جوری نداره ساله دیگه ای نداره اونجا رامین روزبه بزن شده دیگه بابا اول که شادیه اسپانسر اومده طبیعت حتی اگه میخوای اسپانسر باشی حتما عوضی که اون بدن کنه بشین اصلا میشه مقام سیبا بگردن توسط پایان رو به صدا درزد کنم با آدم بازیکنان اینجوری به تلفی دارن گل کجا شد دقیقه 6 و نیم دقیقه 6 و نیم به تلفی شد خدا نگهدارتون قضاوند اومد یه گل زد دوباره 6 شد مرسی تعویضی اومد یه گل زد دوباره 6 شد دیگه بریم 100 بینم میریم دومیم بله بنازم دومم نگه داریم میریم لیگ برتر ولی واقعا این فوتبال لژند تیم همین بازی تیم منتخب دیگه واقعا نباید اضافه میشد اینجا ولی خب اسیست واسه گلا مسعود چوما هم تو گلزنی اول هم تو پاس گل کاکوتا دیاکوزو زکی پور یه پاس گل بازی داریم با اف سی باسل که نیست تو فقط دورتموند این مرسی بازی داریم با دورتموند بله من ردش میکنم بازی داریم میشه براتون جالب باشه و 2-1 هم باخت و این اف سی باسل این دورتموند این 5 بار من فهمید الان خواستم بگیرم چون این ترکیستش درست نشده دیگه خاطر همه اشتباه نکنید و دوم هم ما رو برد و رفت دوم هم ما اومدیم سوم نه اوه بازی نداشت رو الاهلی رو من سلام رد چرا چون که مثل خونه بازی هم رو بردم مرسی باختی باخت بمونم رفت دیکا بیامن جامعه اصلی بازی داریم ما دو هفته دهم بازی میکنیم و بقیهشون برای پارت بعد بله بقیهشون برای پارت بعد و ما داریم باشیم یادم بازی داریم سه دوده بازی بازی کرد بچ آنالیزم که بازی رو با سرگاه و فسرایم رد بازی چطوری اوه یه 4 گل بود گفتم هست پیاده همه تو لیگ بردیم و هم بودی هم پیاده رو بردیم بازی هفته نهم بازی رو قمرباغچه هم رد میزنیم سر ترکیش
پذیر هستید؟ پذیر میشید که سیستم نتونید و اینجوری بازی برای شما خب یه دقیقه بازی بعدونم اصلا 11 بازی به فیلم لژندی که باید دارم سر باید برم All I wanna know is for my heart keep beating.